سلام دوستان عزیز، بازم خیلی خوش آمدید میگم شما را به یک از برنامه‌های دیگر خودتون. عزیزان خیلی خوشحالم که بازم در کنار شما عزیزان هستم. من امروز کنار آقای رضایی هستم. در راجع به امی کتابخانه‌ای که جدیداً باز کردن می‌خواستم از ایشون سوال بپرسم. خب آقای رضایی شما معرفی داشته باشید. عزیز سلام احترام خدمت همه بینندگان و شما. خوشحالم که در خدمت شما هستیم. بنده مسئول همین اداری کتابخانه شهید کاوه‌مزاری مقیم کویته هستم. در خدمت شما هستیم. تشکر، زنده باشید. خب ما سوال‌های را شروع می‌کنیم دیگه. اولین سوالی که هدف از این کتابخانه چی بود شما که یک کتابخانه را افتتاح کردید؟ خب هدف آگاهی است، ترویج فرهنگ مطالعه مطالعه و کتابخوانی است. با توجه به نیاز مبرمی که جامعه ما با آگاهی رشد و ترقی دارد، جای یک مرکز فرهنگی به ویژه کتابخانه در منطقه هزار تاون متاسفانه اون جایی که بتونه محل مراجعه همه اقشار مردم باشه، جوانان باشه و با افکار اندیشه های مختلف خالی بود. کتابخانه هایی بودن اما متاسفانه با محدودیت های مواجه بود که تعداد مراجعین در اونجا اونقدر قابل توجه نبود. لذا الحمدلله این مرکز به همت دکتر سید جعفری و حمایت خیرین ما از سراسر جهان بنیاد و تأسیس و نهایت به بهره برداری سپرده شده که فعلا دارای امکانات بسیار مدرن و قابل توجه هست. در آغاز افتتاح در روزهای اولیه شروع کار الحمدلله ما شاهد صدها مراجعین و علاقمندان مطالعه و کتاب بودیم. خوشبختانه او چشماندازی که در ابتدای تأسیس کتابخانه در نظر گرفته شده بود، ما زودتر از اون موعد با او چشمانداز و او هدف چی مدت زمان طول کشید تا این پروژه شما عملی شد؟ چند مدت زمان؟ این پروژه رسما در سال 2025 از مرحله به وجود آمدن ایدیای از این تا مرحله جمع‌آوری کمک ها و ساخت منزل سوم امامواره شهید مزاری به منظور ایجاد یک کتابخانه بزرگ شروع شد و تا امسال یعنی تقریبا یک ماه قبل عملا به افتتاح سپرده شده و فعلا برای استفاده آماده است. چی چالش هایی داشتیم در این وقتی که کتابخانه را افتتاح کردیم؟ طبیعتاً چالش های زیادی، هر کار مهمی که انجام میشه وجود چالش ها، وجود بنبست ها طبیعی است. ممکنه بنبست های مالی باشه، چالش های مالی باشه یا شرایط اوضاع حاکم بر اونجا باشه یا مخالفت ها باشه یا تفاوت در نظرها باشه، در دیدگاه ها باشه. همه از اینا موجود است، اینا طبیعی است. آنچه که مهم است ایجاد این چنین مرکز بزرگ و فرهنگی برای مردم بسیار میمون و مبارک است و امیدواریم که نسل جوان از این فرصت استفاده کنه و بیاید در این کتابخانه برای رشد فردی و ارتقای آگاهی خودشون استفاده کامل را ببرند. سرالی، آیا شما قصد دارین شعبه های دیگر رو اندازه کنید در این بخش؟ نه، کتابخانه مثل سایر نهادها شعبه‌ای نیست. مهمیه که در یک جای مهم، در یک نقطه مرکزی یک کتابخانه مهم و مجهز وجود داشته باشه. الحمدلله از لحاظ موقعیت امامواره شهید مزاری در یک نقطه بسیار مرکزی و محل مراجعه همه مردم، قابل دسترس برای همه هست. لذا حس نمیشه با توجه به اینکه منطقه اقدر کلان نیست، یک شهر کلان شهر نیست که ما احساس بکنیم که نیاز به ایجاد شعبه نو باشه. به جایی که فکر شعبه نو باشیم تلاش میکنیم که این کتابخانه را مدرن و مجهزتر بکنیم و با استانداردهای کتابخانه های دنیا برابر بکنیم. از قبیل مثلا ایجاد کتابخانه دیجیتال، وصل این کتابخانه به پایگاه های اطلاع رسانی مهم دنیا، به انتشارات معروف دنیا و اگر امکان باشه با برخی کتابخانه های بزرگ دنیا و
مشهوری دنیا ما بتونیم عضویت و اشتراک بگیریم، با اونا لینک شویم و از امکانات و داده های منابع از اونا هم مراجعین ما استفاده بکنن. فعلا اون چیزی که در دسترس و در اولویت ما هست این مسائل هست، چرا که در این منطقه تا هنوز من تا جایی که من میدانم در جریان هستم چنین کتابخانه با چنین فکر و ایدیا و چنین امکاناتی وجود نداشته. لذا ما میخواییم شروعگر باشیم، ما میخواییم انقلابی آگاهی را اینجا استارت بزنیم تا نسل جوان ما به ویژه دانشجویان، محصلین، دانش آموزان کالج و دانشگاه ها و مکاتب با چنین مراکز آشنا بشه که در آینده اون چیزی که سرنوشت بگیم یا آینده جوانان که رقم میخوره در واقع از کتابخانه است. شما اگر مراجعه بکنید به دانشگاه های معتبر دنیا، وقتی دانشجویان محصلین مشغول تحصیلن بیشتری اوقات خودشون رو در کتابخانه سپری میکنن. بعد از فارغ شدن از صنف مستقیما به کتابخانه مراجعه میکنن. چرا؟ کتابخانه جای افزایش و ذخیره اندوزی اطلاعات علمی و یادگیری و تمرین و ممارست است. هر کس خانه خودش را در کتابخانه بنا بگذاره آینده روشن خواهد داشت و من مطمئنم دانش آموزانی که فعلا در حال تحصیل و آمادگی برای امتحانات بین‌المللی هستن در سراسر منطقه، اینا بیاین از این فرصت استفاده بکنه انشاءالله تا عادت بکنن زندگی در کتابخانه رو. کتابخانه صرفاً مثل یک موزیم نیست، یک گالری نیست که ما بیاییم نگاه بکنیم به کتاب‌ها، به تصاویر، به اطلاعات و اینا و دوباره برگردیم به خانه خود و بریم مسیر خدای را ببینیم. کتابخانه جای برای ماندن است. کتابخانه جای برای زندگی است. کتابخانه خانه فرهنگیان، خانه دانشمندان، خانه محققین، خانه اهل علم، اهل اطلاع است. کسایی که به جای رسیدن، اختراعات داشتن، دستاورد علمی داشتن، اونها از کتابخانه شروع کردن و در کتابخانه زندگی کردن و در کتابخانه ماندن و حتی بسیاری از دانشمندان ما محل وفاتش در کتابخانه بودن. لذا کتابخانه برای جای برای زندگی است، نه جای برای عبور. این تعبیر است. آیا شما قصد داریم که اینجوری مثلا چیزای فرهنگی مثلا نشست و مسابقه کتابخانه از چیزا برگزار کنیم؟ بله دقیقاً. اینجا یک مجتمع فرهنگی است که کتابخانه در ضمن یک کتابخانه مجهز ما یک سالن اجتماعات کنفرانس علمی داریم که انشالله به زودی به بهره برداری سپرده میشه و در تلاش هستیم که به مناسبت‌های مختلف نشست‌ها و گفتگوهای علمی، کرسی‌های آزاداندیشی و در ضمن بعضی آموزش‌های مهارتی را از قبیل نویسندگی، شعر، ادبیات و رمان نویسی که از اساتید موجود در این منطقه نیروهای بسیار ارزشمندی هست که اینجا وجود داره. ما می‌خواهیم از او ظرفیت‌های استفاده بکنیم برای رشد علمی طبقه جوانمون. لذا تلاش میکنیم که هر برنامه‌ای که مفید باشه و حتی ایجاد نمایشگاه‌هایی که انگیزه بخش باشه برای نسل جوان ما، برای دختران و پسران ما که در اون مسیر زندگیشون در واقع تعیین بکنن و برن حرکت بکنن و انشالله برگزار میکنیم از قبیل مثلا رقابت‌ها و نمایشگاه‌های خطاطی، هنر، نقاشی، هنرهای تجسمی و همه این مسائل. تلاش ما تلاشی است که هر فعالیتی که در راستای ارتقای ظرفیت جوانان و آگاهی و ارتقای آگاهی آنها مؤثر واقع شود ما می‌خواهیم در این مجموعه اجرا بکنیم انشاءالله. خب اینجا در بین از کتاب‌ها چی بخشی هست زیادتر؟ مثلا از نویسندگانش هم معلومات داریم؟ بله، کتاب‌های زیادی اینجا وجود دارد. تقریباً در حال حاضر که ما در آغاز روزهای افتتاحیه قرار داریم، در واقع خیلی
عمر زیادی از این کتابخانه نگذشته. ما بیش از 3,500 جلد کتاب جمع آوری کردیم و همش به همت خود مردم بوده. کمک های خیرین، هر کدام کتاب که در خانه داشتن آوردن و ما سپردن. اونهایی که توان مالی داشتن رفتن خریدن. افرادی وجود داشت که بیش از 100 جلد کتاب خریداری کرد و اهدا کردن اینجا. کسایی بودن که بسیار کتاب های ارزشمندی در خانه هایشون قرار داشتن، 10 جلد اینا رو آوردن اینجا اهدا کردن. خب حتی بعضی از مکاتب و اسکول هایی که کتابخانه های شخصی در درون اسکول ها وجود داشت، کتابخانه هایشان اینجا آوردن انتقال دادن عملا و کتاب های بسیار ارزشمند، جز منابع بسیار مهمی در اختیار داشتن در اختیار کتابخانه قرار دادن. لذا ما این کتاب ها را که جمع آوری کردیم در موضوعات مختلف هست. موضوعات علمی از دایره المعارف شروع میشه، لغات دایره المعارف تا از علوم از مذهبی و کتاب های علوم اجتماعی از قبیل علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد و بعضی کتاب هایی که در موضوعات بین رشته‌ای هست، فلسفه، عقاید کلام و رمان، کتاب های داستان. بسیار کتاب های رمان و داستان خیلی خوبی ما داریم اینجا، مجموعه بسیار ارزشمندی جمع آوری شده. کتاب های شعر، داستان و طب و بعضی منابع به زبان انگلیسی و یک بخشی از کتابخانه اختصاص یافته به بخش هزاره شناسی و آشنایی با اندیشه های مزاری، شهید مزاری رحمت الله علیه که این کتابخانه مزین و نامشان شده. ما مدیون ایشان هستیم که در راستای اهداف شهید مزاری باید فعالیت های علمی خود را ضامن بسازیم. لذا ما آمدیم یک بخشی از کتابخانه را مزار شناسی هم در نظر گرفتیم. انشاءالله در حال جمع آوری منابع مرتبط با افکار و اندیشه های شهید مزاری هست. اونا را جمع آوری میکنیم و در آینده برنامه های بسیار ویژه در خصوص شهید مزاری انشاءالله از قبیل به عنوان مثال زودی در نظر داریم که یک نشست علمی و مناسبت سالگرد شهادت استاد شهید برگزار بکنیم و رقابت ها، مسابقات بین جوانان برگزار بکنیم از قبیل کتابخوانی، هنر، نقاشی و موضوع ویژه شهید مزاری و اندیشه و افکارش. و همینطور هزاره شناسی بسیار منابع معتبر ما جمع آوری کردیم، منابع دست اول، منابع جدید و که توسط نویسندگان دلسوز و پژوهشگران خستگی ناپذیر ما انجام شده در سراسر جهان. ما اونا را جمع آوری کردیم اینجا و آماده استفاده برای محققین و علاقمندان کتاب هست. و در موضوعات مختلف دیگه هم هست اینجا. کتاب‌های انگیزشی خیلی خوبی داریم در باب آیین فن بیان و سخنوری و همچنین در موضوعات متعددی که هست ما کتاب داریم و انشاءالله در تلاش هستیم که موضوعات مختلفی را در قالب موضوعات مختلف منابع بیشتر را ما بیاریم جمع آوری کنیم از خارج و از داخل پاکستان. انشاءالله تلاش میکنیم که کتاب جمع آوری کنیم، خریداری شود و کمک مردم و خیرین عزیز و این کتابخانه غنی شود و در تلاش هم هستیم که نسخه آنلاین منابع را در اختیار استفاده کنندگان و علاقمندان کتاب در سراسر جهان قرار بدیم از طریق وبسایت و نرم افزار مدیریت کتابخانه انشاءالله بزودی. خب بسیار عالی. امی شعبه های فعلا فعال دارین در اینجا چی بخشایی هستند؟ کتابخانه شهید مزاری متشکل از بخش‌های متعدد هست. اینجا مخزن کتاب هست، محل انجام امور اداری کتابخانه هست. همکاران ما اینجا مصروف انجام اداری ثبت نام مراجعین هستند و بخش پشت سر ما سالن مطالعه برادران هست که بعدا شما میتونید اونجا تصویر برداری کنید و پیش روی ما سالن نشست ها و جلسات و در واقع سالن انتظار هم هست و او طرف سالن مطالعه خواهران هست و در کنارش هم یک بخش جداگانه برای بخش کتابخانه دیجیتال در نظر گرفتیم که همطور که من قبلا اشاره کردم انشالله در آینده نزدیک به کمک خیرین گرامی، خیرین خوب ما تلاش میکنیم که دستگاه های کتابخانه را
نصب بکنیم، مجهز بکنیم و این کتابخانه را با پایگاه اطلاعات جهانی وصل کنیم و تمام علاقه‌مندان از سراسر جهان به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند. و در قسمت آخر یک سالن کنفرانس علمی داریم که انشاءالله او هم به زودی مجهز میشه برای استفاده در راستای اهداف این کتابخانه. فعالیت‌هایی که انجام میشه انشاءالله ما برای استفاده میکنیم. یک ویژگی منحصر به فرد از این کتابخانه رو بگین، چی چیزی هست داخل از این کتابخانه که منحصر به فرد باشه؟ خب از لحاظ امکانات کلا این کتابخانه منحصر به فرد است در این منطقه. هیچ کتابخانه ما در حداقل در هزارتان ما وجود نداره که مجهز به کتابخانه دیجیتال باشه، متصل به پایگاه‌های اطلاعات دنیا باشه مثلا در آینده و اینقدر امکانات مجهز از قبیل میزهای مطالعه‌ای که دیزاین شده مخصوص مطالعه، نه برای استفاده اون و اهداف متعدد، صرفاً برای مطالعه دیزاین شده به خاطر که مطالعه کنندگان عزیز و کاربران گرامی احساس راحتی بکنن. صندلی ها و تمام امکاناتی که اینجا فراهم شده مخصوص کتابخانه است و برای مطالعه دیزاین شده و برای راحتی مراجعین عزیز. و نکته امتیاز دیگه ای که هست، این منطقه یک منطقه قابل دسترس برای همه است و امکاناتی که قرار است در اینجا استفاده شود، این امکانات من شاید میگم که نه تنها در هزارتان در آینده انشالله، من فکر میکنم در کویته شاید چنین امکانات کمتر سرازیر شده باشه. حتی من احتمال میدم که بعضی دانشگاه هایی که در بلوچستان وجود داره شاید فاقد چنین امکاناتی باشه. ما الحمدلله چنین امکانات خیلی خوب اینجا داریم و در حال مجهز کردن آن هستیم به این مرکز. انشالله که استفاده بکنیم. خب شما چشماندازی 5 ساله از این کتابخانه در چه می‌نویسید؟ چشماندازی که ما فعلا در حال حاضر تعیین کردیم برای این کتابخانه با توجه به دیدگاه و مأموریتی که داریم این است که این کتابخانه در آینده سکوی پروازی باشه برای مشتاقان علم و دانش و آگاهی در سراسر دنیا. یعنی ما میخواییم در این کتابخانه وسیله باشیم برای دانش آموزان و دانشجویانی که اینجا تمرین میکنه و ممارست میکنه برای رسیدن به اهداف عالیشان و رسیدن به بهترین دانشگاه های دنیا در سراسر جهان، در امریکا، کانادا، استرالیا، اروپا. و مطمئن هستم که به این هدف خواهیم رسید. اون چیزی که برای ما در دیدگاه و مأموریت ما مهم است و در چشمانداز ما و روشنی روی از این تکیه شده اشاره شده ای است که تعداد برای ما مهم است. یعنی باید تعداد جوانان بیشتری از دختر و پسر ما از اینجا باید پرواز بکنند، بهترین مراکز علمی دسترسی پیدا کنند و از اینجا آشنا شود که چطور ما بتونیم وارد یک کتابخانه مجهز شیم استفاده کنیم. فردا اگر در دانشگاه‌های معتبر دنیا وارد شدن دیگر اونجا سرگردان نشوند که ما چطور از کتابخانه استفاده بکنیم، چرا که اینجا اینا تجربه ایشان را خواهند داشت، هم استفاده از پایگاه اطلاعاتی جهانی و هم استفاده از امکاناتی که در اینجا به اختیار ما قرار دارند و تلاش میکنیم که فعالیت ما نظاممند باشه و هدفمند باشه تا که به هدف برسیم. و هدف دیگه ای که داریم این است که عموم منطقه باید از لحاظ فرهنگی و از لحاظ فکری تغییرات بیاید. تغییرات اولین تغییرش است که کتاب وارد زندگی مردم شود. نسل جوان ما باید با کتاب زندگی بکنه. اگر در یک دست گوشی و موبایل قرار داره، در دست دیگرش کتاب باید باشه و در هر فرصتی که برای اینها فراهم می شود کوشش بکنه که 10 دقیقه 5 دقیقه وقت خود صرف مطالعه بکنه و به معلومات خود بیفزاید. اینمی یک فرهنگ است، کار ساده‌ای نیست. تمام مراکز آموزشی و فرهنگی رسالت اولش است که زندگی کردن با کتاب را ترویج بکنن و در خیلی کشورها موفق بودن، اما در کشورهای مثل پاکستان، افغانستان متاسفانه
به دلایل چالش های متعدد مردم ما دورتر از این فضاها قرار داشته به صورت اجباری و ما میخواهیم این اجبار را حذف کنیم، این فاصله را برداریم و کوشش کنیم که پیر جوان ما بیایه مراجعه بکنه و کم کم آشنا. خب در ابتدا سخت است برای کسانی که هیچ وقت کتابخانه را ندیدن و مراجعه نکردن، بسیار سخت است که روی میزهای مطالعه و روی صندلی بنشینه و ساعتها وقت خود را برای مطالعه، چون یک کار نو است برای از عادت نکردم تا اینکه به مرور زمان هم آگاهی دهی برای از ما صورت بگیره، هم انگیزه داده شود و هم عادت بکنن برای آمدن به کتابخانه. ما مطمئن هستیم که در آینده مردم عادت میکنن و این فاصله برداشته میشه و خیلی امیدوار هستم که روزی برسه که این فضا برای مراجعین فضا تنگ شود و او وقت است که ما فکر میکنیم نیاز به یک شعبه دیگه داریم، باید یک شعبه دیگه بزنیم، مثلا یک ساختمان دیگه در نظر بگیریم برای ایجاد کتابخانه. چون از همین حالا که من میبینم ماه مبارک رمضان است، تعداد مراجعین الحمدلله آنقدر دلگرم کننده هست در آغاز افتتاح که من به زودی حدس میزنم که اینجا تنگی میکنه برای مراجعین، مخصوصا نسل جوان از ما که اینها دنبال یک فضای آرام هستن برای رشد و ترقی، برای کسب آگاهی. خب فعلا همون چالش هایی که سر راهش یا بعضی چیزایی کم بودی و چی چیزاست خواستیم از مردم چی است؟ چالش ها خیلی زیاده. ما فعلا در کتابخانه محدودیت های زیادی داریم که در تلاش هستیم به کمک خیری ما در سراسر جهان، در استرالیا، در اروپا، در امریکا و در پاکستان و سایر نقاط جهان که آنها به صدای ما لبیک گفتن و به ندای ما پاسخ مثبت دادن، دست یکایک آنها را به گرمی می‌فشاریم که به رسالت انسانیشان ندای مثبت دادن و پاسخ آنها پاسخی بسیار دلگرم کننده بود. الحمدلله تا این زمانه هر باری که ما به آنها صدا زدیم که در این بخشی از کتابخانه نیاز به کمک شما داریم، آنها ندای مثبت دادن و صدای ما را به زمین نگذاشتن و الحمدلله ما سپاسگزار چنین نیکاندیشان هستیم و خیرینی که حاضر هستیم دست آنها را بوسه بزنیم، برای که اونا واقعا حاضرن که از مالشان بگذرن تا در راستای توسعه جامعه کمک بکنن، سهم بگیرن و به زودی انشالله تعداد زیاد از خیرین وعده کردن که یک کتابخانه را مجهزتر بسازن برای و چیزایی که من اشاره کردم، کنفرانس علمی داریم که نیاز به تجهیزات داره، کتابخانه دیجیتال نیاز به 10 پایه کامپیوتر داره و قرار است که کامپیوترها توسط خیرین خریداری شود. ما که اینجا صندوق بودجه‌ای نداریم، اون همه‌اش از توسط خیرین. در واقع از 0 تا 100 این کتابخانه به همت نیکاندیشان مردم ما، به همت خیرین ما، به همت سرمایه‌داران ما، به همت او کسایی که در ضمنی که به فکر سود و افزایش اقتصاد و مسائل بهبود معیشتی خودشان و خانوادهشان هستند، به فکر مردم خودم هستند، به فکر توسعه جامعه هستند، به فکر افزایش آگاهی نسل جوان ما هستند، به فکر نجات سایر افراد جامعه هستند. ما دست اونها را به گرمی می‌فشاریم و استقبال می‌کنیم انشالله تعداد از اینا هر چیزی زیادتر باشه، زودتر ما به توسعه میرسیم، زودتر جامعه ما به اهداف عالی میرسه انشالله. خب در اخیر اگر بخواین که جوانان و مردم رو دعوت کنیم که باید یک کتابخانه چی هستی که شما بخواین بگین مردم؟ خب انتظار ما از نسل جوان بیشتر است تا نسل میانه و کهنسال. نسل جوان چه دختر و چه پسر، مثلا اون کسایی که مصروف آموزش هستن، اینا باید زودتر بیاین بشه تا یا اینکه جای پر میشه، صندلی ها کم است و برای خودتان جا رزرو کنید. انتظار ما از اینا است که اینا زودتر بشه تا که الحمدلله استقبال کردن و بعضیشان آمدن وقتی وارد میشه از دم دروازه این فضا رو میبینی که اشک شوق از چشمش جاری میشه و ما اعلام میکنه که دست شما درد نکنه و خیلی جایی که ما نیاز داشتیم ما ساختیم و اینجا واقعا خالی بود. از ما انتظار ما این است که تعداد همچین جوان ها بیشتر شد، اینا بیای خودشان ما را وادار به انجام کارهایی بکنه که در اینجا وجود نداشتن.
خود از اینها ما رو وادار بکنه که ما کارهایی برای اینها انجام بدیم که در راستای رشد علمی و راستای جایگاه اجتماعی از اینها کمک کنیم. بسیار عالی. در اخیر ما بگوییم که جایی که کتابخانه فقط یک کتاب نیست، بلکه دریچه است به دنیای بزرگ و ایده‌های خلاق‌تر. هر صفحه‌ای که ما ورق می‌زنیم او پول است برای آینده بهتر و روشن‌تر. خب تشکر آقای رضایی که وقت گرانبهای خود را در اختیار ما گذاشتید. جهان سپاسش. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. و حالا در این بخش از کتابخانه قرار داریم، جایی که قلب اصلی این مرکز علمی محسوب می شود. در این قسمت هزاران جلد کتاب در موضوعات مختلف نگهداری می شود، از کتاب‌های علمی آموزشی گرفته تا رمان‌ها، تاریخ، فرهنگ و ادبیات. همونطور که می‌بینید کتاب‌ها به شکل منظم در قفسه‌ها مرتب شدند تا مراجعه کنندگان بتواند به راحتی کتابی مورد نظر خود را پیدا کنند. هر قفسه مخصوص یک موضوع خاص است تا جستجو برای خوانندگان ساده‌تر و سریع‌تر باشد. خب دوستان، اکنون به بخش دیگر از کتابخانه می‌رسیم که مخصوص سالن مطالعه خواهران میباشد. این بخش با هدف فراهم کردن یک فضای آرام، منظم و متناسب برای مطالعه و تحقیق خواهران انجا شده. همونطور که شما مشاهده می‌کنید این سالن دارای میزها و جایهای مرتب و محیط آرام است تا خواهران بتونن تا با تمرکز کامل به مطالعه کتاب‌ها، انجام تحقیقات و مرور درس خود بپردازند. و این سالن هم مخصوص مطالعه برادران است. قدم به سالن کنفرانس میگذاریم، جایی که ده‌ها جان میگیرند، نگاه‌های کنجکاو با هم همصدا میشوند. هر گفتگو پلی است به تفکر تازه، هر تجربه دریچه‌ای به جهانی دیگر. در این فضا شور، یادگیری و تبادل اندیشه جریان دارد. هر لحظه فرصتی است برای کشف الهام. بیایید با هم وارد محیطی شویم که در آن صدای هر فرد شنیده می شود و هر فکری گامی است به سوی فهمی بهتر و خلق مسیری نو برای آینده. و همچنان این اتاق را شما می‌بینید بخش تکنولوژی است که تا حالی بعضی چیزایی که کم بود داشته نتونسته فراهم کنه و منتظر کمک‌های شما عزیزان است تا این فضا را کامل کنه. واقع مشتبه باشد تا یک برنامه که شما به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.